ممکنه تصور کنید این تصاویر برگرفته از فیلم آواتار یا دنیای خیالی و دور از زمین هستند، اما باور نکردنی است که این مناظر واقعی در سیاره ما وجود دارند. در این ویدیو 15 مکان شگفت انگیز و غیر قابل باور را که چشماندازهای طبیعی ما را دگرگون کردند از نزدیک با شما معرفی می‌کنیم. شماره 15 آبشار زیر آب موریس. موریس به سواحل رویایی و دریای کریستالی شهرت داره، اما در گوشه از جنوب غربی این جزیره پدیده‌ای عجیب رخ میده. آبشاری زیر آب. ظاهری شبیه به آبشار واقعی داره، اما در واقع تنها یک فریب نوریه. ساختار بستر دریا باعث ایجاد توهمی حیرت انگیز از ذرات شن است که در لبه ناگهانی از قفسه اقیانوس به عمق‌های عمیق فرو می‌روند. شماره 14 غارهای کرم‌های نورانی نیوزلند سرشار از مناظر طبیعی خیره کننده، نه تنها با قله‌های بلند و دره‌های عمیق بلکه با غارهای از افسانه نیز شما را مجذوب خود می‌کنند. در این غارها کرم‌های نورانی لاوهای موجود منحصر به فرد با درخشندگی خودشان صحنه جادویی و همچون فیلم‌های پریان خلق می‌کنند. شماره 13 کوههای تیانشی چین. در استان هنان چین کوههای تیانشی با ساختارهای باریک و افسانه‌ای خود که از سنگ و ماسه کوارتز تشکیل شدند داستانی از هزاران سال تاریخ زمین روایت می‌کنند. هنگامی که مه این کوه‌ها را فرا می‌گیرد تصویری جادویی شبیه صحنه‌های فیلم آواتار به نمایش می‌گذارد و همین امر این منطقه را به یکی از پربازدیدترین جاذبه‌های توریستی تبدیل کرده. شماره 12 چشمه بزرگ پورسماتیک وایومینگ آمریکا. در قلب پارک ملی یولستون چشمه‌ای با رنگ‌های خیره کننده و ابعاد عظیم به چشم می‌خورد. این چشمه که بزرگتر از یک زمین فوتبال است هر دقیقه با هزاران گالون آب گرم تغذیه می‌شود. دمای 160 درجه فارنهایت و وجود میکروب‌های خاص حلقه‌های رنگارنگی از قرمز تا آبی ایجاد می‌کنند که منظره خارق‌العاده به وجود می‌آورد. شماره 11 مونته رورایما ونزوئلا. تصور کنید کوهی با قله‌ای 12 مایلی و صخره‌هایی به ارتفاع 1300 فوت که مانند چارچوبی منظم شکل گرفتند شما را مجذوب خود می‌کنند. مونته رورایما در ونزوئلا که مرز بین سه کشور را تشکیل می‌دهد به باور مردم بومی از تنه یک درخت غول پیکر به وجود آمده و الهام بخش داستان‌های اسطوره‌ای مانند دنیای گم شده بوده است. شماره 10 دریای رتبا سنگال. در شمال غربی آفریقا در 18 مایلی شمال شرقی پایتخت سنگال دریاچه‌ای وجود دارد که با میزان نمک بسیار بالایش شرایطی ایدئال برای رشد جلبک‌های قرمز فراهم می‌کند و آب آن را به رنگ صورتی در می‌آورد. این جلوه رنگی به ویژه در فصل خشک به چشم می‌خورد و همراهش پوشش گیاهی زیبا و مناظر خارق‌العاده هم رقم می‌خورد.
شماره 9 ساحل سرخ پانجین چین. در دهانه رودخانه پانجین در چین خاک به قدری قلیایی است که تنها گونه‌های کمی از گیاهان می‌توانند روی آن رشد کنند. گیاهی به نام سود سالسا با رنگ سرخ عمیق سبب شده تا این ساحل به منظره شگفت انگیز تبدیل شود. جایی که تصور می‌کنید مریخ هم شاید چنین رنگی داشته باشد. شماره 8 جنگل خمیده لهستان. در دل جنگل‌های لهستان پدیده رازآلود وجود دارد. حدود 400 درخت کاج که به طرز عجیبی به سمت شمال خم شده و سپس دوباره قائم رشد کردند. آیا این اثر طراحی انسان بوده یا نتیجه یک رویداد جوی عجیب؟ هنوز سر این راز بسته مانده است. شماره 7 جنگل سنگی ماداگاسکار. ماداگاسکار سرشار از تنوع زیستی میزبان جنگل سنگی است که صدها میلیون ها سال پیش به عنوان لاگون آغاز به شکل‌گیری کرده است. رسوبات آهکی که توسط فعالیت‌های تکتونیکی به سطح کشیده شدند با فرسایش بارانی و آب زیرزمینی به ستون‌های عظیم دره‌های عمیق تبدیل شدند. این مناظر به قدری خارق‌العاده‌اند که نام محل‌هایی که نمی‌توان با پای برهنه رفت را به خود گرفتند. شماره 6 دریاچه بایکال روسیه. در جنوب سیبری دریاچه بایکال نه تنها بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان است بلکه عمیق‌ترین و یکی از قدیمی‌ترین دریاچه‌های زمین محسوب می‌شود. با عمقی بالغ بر 5387 فوت این دریاچه منبع زندگی هزاران قبیله و روستاست. اما آنچه واقعا چشمگیر است پدیده یخبندی آن است. بادهای سرد ساختارهای یخی باور نکردنی را خلق می‌کنند که همراه با حباب‌های متان منظره‌ای آرام و سحرآمیز به وجود می‌آورند. شماره 5 ساختار ریچه چشم آفریقا موریتانیا. در صحراهای موریتانیا ساختار عجیب به نام ریچه یا همون چشم آفریقا به چشم میخوره. گنبد وارونه با قطر 25 مایل لایه‌های سنگی را به صورت دایره‌های متراکم به نمایش میگذارد. از فضا بسیار قابل مشاهده است اما از سطح زمین به سختی تشخیص داده میشود. نخستین نظریه‌ها در خورد شهاب سنگی را مطرح کردند اما اکنون معتقدند میلیون ها سال فرسایش سنگ نرم این ساختار را رقم زده، در حالی که آثار باستانی نشان از حضور هزاران ساله انسان در این منطقه دارد.
شماره 4. گیزر پرنده نوادا آمریکا. تصویر یک گیزر که انگار از سیاره بیگانه آمده تنها در 20 مایلی شمال شهر گرلاچ نوادا واقع شده. این پدیده حاصل حفر چاهی در سال 1916 برای آبیاری بوده، اما به دلیل دمای بسیار بالای آب چاه متروکه شد و مخروط کلسیم به دور آن شکل گرفت. امروزه آب از دهانه‌های متعدد این ساختار به ارتفاع 5 فوت پاشیده شده و رسوبات رنگارنگی ایجاد کرده که آن را به یکی از عجایب طبیعی تبدیل کرد. شماره 3. غار کریستال مکزیک. تا به حال بزرگترین کریستال را تصور کرده اید؟ اما آنچه تیمی از معدنکاران در نزدیکی نیکا چیهوا کشف کردند حتی از تصور شما فراتر است. در سال 1910 غاری به نام غار شمشیرها پر از کریستال های ژیپسوم با طول بیش از 3 فوت کشف شد و 90 سال بعد یک غار کریستال غول‌پیکر در عمق 1980 فوت ظاهر شد. بزرگترین کریستال کشف شده وزنی معادل 55 تن داشت. شرایط سخت دمایی و رطوبتی این غار باعث شده تا انسان‌ها تنها برای چند دقیقه بتوانند در آن حضور داشته باشند. به همین دلیل پس از حادثه‌ای تلخ غار برای همیشه بسته شد تا رازهای خود را حفظ کند. شماره 2. دروازه‌های جهنم ترکمنستان. یکی از عجیب‌ترین مناظر جهان دروازه‌های جهنم در ترکمنستان است. در سال 1971 ژئولوژیست‌ها متوجه وجود گازهای فراوان زیر سطح این منطقه شدند و در نهایت برای از بین بردن خطر تصمیم به احتراق گاز گرفتند. از همان روز این سوراخ با شعله‌های نارنجی، خاک داغ و حباب‌های متان به عنوان دروازه‌های جهنم شناخته می‌شود. با وجود تلاش‌های متعدد برای خاموش کردن آن، این آتش بی‌پایان همچنان به شعله کشیدن ادامه می‌دهد و موضوع مطالعات علمی و بیولوژیکی بسیاری شده است.
شماره 1. کانو کریستالوس کلمبیا. کانو کریستالوس شاخه کوچک از رود گویبارا در کلمبیا و دلیل پوشش گیاهی بی‌نظیر خود رنگی کمان مایع نام دارد. آب این رودخانه شفاف و سریع از مرز جنگل‌های آمازون، کوه‌های آند و دشت‌های شرقی عبور می‌کند. وسط رود با حفره‌ها و دره‌های متعدد زمینه رشد گیاهان نادر مثل ماکارنا کیلوورا شده است که در تابستان رنگ قرمز خیره کننده‌ای به خود می‌گیرند و با ترکیب رنگ‌های زرد، سبز، آبی و سیاه منظره فوق‌العاده و دلربا خلق می‌کنند.